و همچنان در بخش انرژی آفتابی 85 مگاوات که پروژهشان طرح گردیده و در 3 پروژه تقسیم گردیده، کارهایشان را خلاص است انشالله و به زودترین فرصت این 3 پروژه را هم افتتاح خواهیم کرد. در پهلویشان بعضی بندهای کوچک آبی که ظرفیت 1 مگاوات تا 5 مگاوات تا 6 مگاوات از انرژی آبی به دست آورده میتانیم هم مد نظر است. در پهلوی این پروژه ها شما میدانید که پروژه بزرگ تاریخی تاپی که چند ماه قبل افتتاح گردید و از این را از طریق از این پروژه پایپلاین گاز از کشور ترکمنستان در خاک افغانستان به پاکستان و بعداً به هندوستان میرسد و این گاز یک گاز زیاد و پایپلاین خیلی بزرگ است و انشاءالله ما وعده میدهیم که در ساحات مختلف کشور که این پایپلاین عبور می نماید به شمول ولایت هرات ما دستگاه های بزرگ و توربین های بزرگی که از گاز تولید انرژی یا تولید برق می نماید اینجا انشاءالله آنها را هم تطبیق میکنیم تا بتوانیم که به طور شفاف و به طور 24 ساعته به همه مردم خود بالخصوص به مردم شریف شهر هرات برق را برسانیم. دا هاغه څه دي چې دا د دې نظام په تعهد باندې دلالت کوي.